تا حالا شده فقط چون یکی کنارت خمیازه کشیده یهویی خودت هم خمیازه بکشی؟ اصلا چرا خمیازه میکشیم؟ برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن، ما فقط وقتی خسته ایم خمیازه نمیکشیم. خمیازه معمولا وقتی اتفاق میفته که سطح هوشیاری بدن داره تغییر میکنه. مثل وقتی که داره خوابمون میبره یا تازه از خواب بیدار میشیم. اما درباره مصری بودن خمیازه دانشمندا هنوز دقیقاً نمیدونن چرا اینجوریه. اما چند تا فرضیه جالب براش دارن. یه فرضیه میگه خمیازه یه جور واکنش زنجیره‌ای مثل دومینو هست. وقتی یکی خمیازه میکشه، مغز اطرافیان رو هم تحریک میکنه و نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن و اونا هم خمیازه میکشن. یه فرضیه دیگه به اثر آفتاب پرست مربوطه. مغز ما خیلی وقتا ناخودآگاه رفتار بقیه رو تقلید میکنه. محققا معتقدن این رفتار به خاطر نورون‌های آینه‌ای اتفاق میفته. سلول‌هایی توی مغز که وقتی یه کاری رو میبینیم فعال میشن. یه فرضیه سوم هم مربوط به همدلیه. یه بخش خاص از نورون‌های آینه‌ای باعث میشن احساسات بقیه رو عمیق‌تر درک کنیم. جالبه بدونید تحقیقات نشون داده سگ‌ها به خمیازه صاحبشون بیشتر واکنش نشون میدن تا غریبه‌ها. همین موضوع توی انسان و میمون هم دیده شده. ما انسان‌ها هم وقتی یه دوست یا آشنا خمیازه میکشه بیشتر احتمال داره خمیازه بکشیم. پس دفعه بعد که یهویی خمیازت گرفت یه لحظه فکر کن که چی باعثش شده.